سلام خوبید؟ به چنل خودتون خیلی خوش اومدین. چنل دکو. خب اول بذارید اینو نگاه کنید، داره رقص. اصلا نگاه کن کارکتر تو، چه کارکتریه. ولی نه، خدای از حق نگذاریم. اکتیویژن بالاخره چی به درد بخور داد بیرون از طریق ردیم کدا. خب اول بریم در مورد خود کاراکتر حرف بزنیم. کاراکتر واقعا خیلی خوبیه، بعد موومنت خوبی داره، صداش خوبه، ولی ربات دیگه در صدای موومنتی که داره ذره شاید راحت‌تر جات لو بره بفهمن انیمی هستی. خب بعد یه گیم پلی خیلی نرمال، نه زیاد سخت دار نه چیزی گرفتم. حالا امیدوارم راضی باشید. اونجا آرگوس این سیزن اومد رو زمین، یعنی خیلی باید باش کار کنید تا بتونی بزنیم. خب خیلی از سایت ها اینو دارن بالای مثلا 20 تومن میفروشن، بعد مثلا میای تو یایدی تو میدی اونا واسط میزنن. من اومدم در مورد این حرف بزنم چجوری هم رایگان بگیرینش، هم تهش بری از خود یه دونه سایت مثلا معتبر به عنوان مثلا دیامولند. اینجا نگاه یارم کلام دوزی چقدر فشار شد وسط حرفا، یاد کیلوزی میفتم. برید از یه دونه سایت خیلی معتبر بخرید این ریدیم کدش با قیمت خیلی پایین تر، مثلا در حد 7-8 هزار تومان، یا اگه مثلا یکی دو هفته وایسین به 2-3 هزار تومان هم قیمتش میرسن. یعنی مثلا میتونید برید با 2-3 هزار تومان جایی که 20 هزار تومان پول بدید ریدیم کدش رو بخرید خودتون وارد کنید. خب وارد کردن ریدیم کد میدونم چون خیلی شاید اصلا یاد نداشته باشن سرم یه دونه توضیح کاملش به همراه مثلا خود ویدیو وارد کردنش گذاشتم داخل همین ویدیو. وای حاجی اینجا ناک افتادن دنبالم خیلی بدجور. بعد دیگه یعنی مثلا میتونید با مبلغ خیلی خیلی کمتر بریدیم کدشو بگیرید یا رایگان. من چیکار کردم؟ رایگانش رو توی چنل تلگرام حدود 10 تا ردیم کد گذاشتم. اصلا دیگه 10 نفر اولی که بیان نمیتونم بگیرمش. چند منم اونقدر فعلا زیاد نیست که بگیرم مثلا 10 دقیقه پر میشه، پس یعنی خیلی شانس دارید بگیرید. 10 تا ردیم کد خودم گرفتم خریدم و رایگانش اگه بخواید میتونم، ولی درد سر داره 10 تا رو اینجا رو نگاه کن شدم کامل ریجستر نشد. من 10 تا رو میتونم از آمازونم خودم مثلا بگیرم، ولی واقعا خیلی دردسر زیادی داره. سرم میگم ارزش نداره دیگه، تش مثلا میخوای 6-7 هزار تومان هزینه کنی اون 6-7 هزار تومان رو ولش کن. باجی اینجا رو میخوام واقعا یکی از پرفشاری ترین مچ ها بود، ولی خیلی حال داد. افتادن دنبالم کل یارامو زده بودن، دوتاشون هم لفت داده بودن. یارم 3-4 بار زد. اینجا ما این فایت بودیم دیگه، دنبال یک کاور خوب بودم. اولی رو یه شات زدم، بعد دیدم یکی دیگه اومد. این همونی بود که اون موقع شات زدم جسته نشد. یه شات اینجا یه شات هم اینجا. اینجا دیگه انقدر از استرس دستم داشت میلرزید واقعا نمیتونستم پلی بدم. اینجا یه مغزم کار نمیکرد. چون یه شات زدم نخورد دیگه، اصلا مغزم گفت که نباید اینجا راشو میدادم، کلا نخورد دیگه. خیلی حیف شد این مچ. خب میریم سراغ آموزش این چیری ردیم کد رو فعال کنید. میایید این سایتی که واسهتون گذاشتم من توی چنل تلگرام گذاشتم که اینجا یو آیدی و ردیم کدتون میزنی، اون کد امنیتی هم این پایینی ردیم کده. من 10 تا از اینا رو داخل چنل تلگرام گذاشتم که میتونید بردارید و استفاده کنید. اینجا یو آیدی و ردیم کد و با چی رو میزنید، اون عدده رو بعد اسم اکانت تو اینجا میاره، مثلا فلان اکانت با فلان یو آیدی. اگه خواستی مثلا میتونی بیای چی کنی، تاییدش کنی. خب من اکانت نشون بدم، ندارم ردیم کدشو، ردیم کدی نزدم روش. خب میرم دوباره توی سایت، اینجا تایید رو بزنی ایناش میزنه کد باز خرید استفاده شده است. خب الان کد واسمون اومد دیگه، اسکینه تو قسمت پیاما میاد بچه ها، رو چی بزنی اسکینه، این هم از خود اسکین کنید. خیلی راحت و ایزی، به جایی که برید حدود 20 هزار تومان 30 هزار تومان پولشو بدیم تهش یا رایگان از توی چنل من برمیدارید
یا میرید تاش مثلا 7,000 تومن هزینه میکنید، خودتون کد رو میخرید و وارد می‌کنید. این هم بچه چنل تلگرام من هست، میتونید بیاین جوین بدین. 10 تا کد رایگانش رو گذاشتم.